سلام به همه، خیلی خوش اومدید به کانال من محمدم و داخل این قسمت داخل این ویدیو قراره به یکی از اسکولارشیپ‌های کشور تایوان بپردازیم که با حتما داخل این سایت بشید که داخل کپشن حتما براتون قرار میدم. خب این اسکولارشیپ برای حذف مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هستش و زبان تحصیل هم انگلیسی هستش و میتونید در واقع شرایط مهمی که حتما باید در نظر بگیرید مدرک زبان هستش که باید حتما داشته باشید، رزومه قوی و انگیزه‌نامه، توصیه‌نامه و نمرات خوب تحصیلی که برای این بورسیه مهم هستش. خب این بورسیه در واقع هزینه مالی هم بهتون میده، در واقع پوشش میده که شما میتونید از اون هم استفاده بکنید که حدود 5000 تا 20000 دلار تایوانی هستش که حدود 155 دلار تا 620 دلار آمریکایی از کارشناسی تا دکترا میشه. شرایط کاملا رایگان هستش و نیاز به هزینه نیست و خوابگاه دانشجویی هم خیلی ارزون هستش، بین 50 دلار هستش در ماه. خب اگه میخوایم به این بورسیه اقدام کنید، زبان ثبت نام در واقع از 1 آگوست شروع شده و شما تا 30 سپتامبر میتونید برای این بورسیه اقدام بکنید و این تاریخ هایی هستش که کلاس ها شروع میشه و همه چی بهتون گفته که داخل 2026 کلاس ها شروع میشه. فرآیند ثبت نام هم به 5 مرحله داره که باید در واقع اولین مرحله اسم و همه اطلاعاتتون رو بنویسید و داخل این فرم که اگه دوست داشتید حتما داخل کامنت ها بنویسید که نحوه ثبت نام هم براتون یک ویدیوی دیگر بگیرم تا و اون رو آپلود بکنم براتون. خب خیلی ممنون که تا ویدیو نگاه کردی، حتما لایک و سابسکرایب فراموش نشه که داخل ویدیوهای بعدی در مورد بورسیه‌های متفاوت و متنوعی بیشتری در براتون قرار